در ساختار شبکه‌های کمک اولیه طبی شهر باختر 115 نفر طبیبان معلومات عالی‌دار به ساکنان شهر و تابعیت آن خدمت رسانی می‌نمایند. متخصصان پیام نوبتی سرور دولت را خوب پذیرفته کوشش می‌نمایند که در عملی سازی برنامه‌های ملی و آن دستور و سپارش‌هایی که برای پیشرفت ساحه تندرستی نگرانیده شده است سهم نظررس گذارند. در پیام امساله پیشروی معظم ملت اوید به دستاوردهای تمام ساحه‌های مختلف خواجگی خلق جمهوری تاجیکستان تحلیل‌های به نهایت خوب گفتند و در سمت ساحه تندرستی نیز پیشروی معظم ملت تکیه به تمام کارمندان ساحه تندرستی کرده واقعا هم درست گفتند که همین طبیب باید با زبان شیرین خود اول اون نفری که به وی مراجعت میکند باید معالجه کند که این بهترین انا همون دارو طبابت زبان شیرین طبیب است که بیمار از اون طبابت میاد. تمام کارمندان مرکز سال 2023 را با دستاوردهای ارزنده جنبست نمودند. مقصد دارند که بر عوض دستگیری و غمخواری هایی که از طرف دولت و حکومت راه اندازی گردیده است و چنان در پیام گفته شد معاش کارمندان ساحه 40% علاوه گردید تلاش بران می نمایند که با دانش مکمل کسبیشان در پیشرفت ساحه تندرستی سهمی بارز گذارند. دستاوردها خیلی زیاد است. بینید که فقط در یک ساحه کمک اولیه طبی سانیتری زیاده از 300 مؤسسه مورد استفاده قرار داده شده است و بینید که در طول چند سال اخیر 1213 مؤسسه ساحه تندرستی مورد استفاده قرار داده شده است و همزمان از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن تکمیل اختصاص کارمندان ساحه تندرستی اندیشه های زیاد کرده شده ایستاده است و همه ساله از تمام متخصصان ساحه گوناگون سمت تندرستی با دیگر دولت ها روانه کرده شده ایستاده. در مؤسسه تشخیصی و طبابتی تجهیزات‌های حاضر زمان طبی برای طبابت بیماری‌های چشم، اولتراسدا، برای معاینه نمودن بیماری‌های عضوهای درونه و یک قطار بیماری‌های دیگر به خصوص 2 عدد تجهیزات عکسی رقمی مجهز گردیده است که متخصصان وظیفه‌دار گردیدند که خدمت رسانی که طبق قرار 600 به راه مانده شده است بیماران را سری وقت به معاینه فراگیر شوند. در ساحه تندرستی بخصوص در شهر باختر نیز پیشروی ها خیلی زیاد هستند و بینید که اینقدر تجهیزات های نوین وارد گردیدند و این سال به واسطه یک دستگاهی که برای معاینه بیماران چشم با مرکز سلامتی شهر باختر وارد گردید که در آن یک طبیب بسیار جوان ما طبیب بیماری چشم در اونجا فعالیت میکند و به واسطه این یک نوگانی در ساحه تندرستی است که معاینه سری وقتی یک باره انم کرکسیا کردن بعضی بیماری‌های چشم میباشد که این تجهیزات به واسطه امروز در مرکز سلامتی ما علاقه وصل گردیده است و متخصص با آن فعالیت دارد. دستاورد و موفقیت‌ها در مرکز سلامتی و 6 مرکز و بنگاه‌های سلامتی که در دهه‌جای‌ها فعالیت می‌نمایند بر علا به مشاهده می‌رسد. برای مراجعت بیماران متخصصان بسنده است در عملی سازی برنامه‌های ملی سهم کارمندان نظررس می‌باشد. باوری کامل داریم که در سال 2024 عملی شوی برنامه‌های دولتی که قبول گردیدند در حدود شهر باختر باز فعالیتش خوبتر و بهتر میشد و نتیجه همین به دست آورده در سال 2024 من کاملا باوری دارم که خوبتر و بهتر میگرده. طی سالهای آخر با دسترس گردیدن تجهیزات معاصر طبی مراجعت شهروندان به مراتب زیاد گردیده است. از صحبت با دکتران مرکز معلوم میگردد که در سال نو نقشه دارند که برای تشخیص و معاینه نمودن یک قطار بیماری‌های دیگر تجهیزات‌های نوترین که عین زمان مشکلات اساسی می باشد دسترس می نمایند و با این وسیله کارمندان می توانند خدمت رسانی را بهتر سازند.